رهبر مورد اسلامی در یک نشست برگزار شده برای علمای کرام و خطیبان گفته است تمام قوانین، تصامیم و احکام مطابق شریعت اسلامی است که این تطبیق توسط علما و دانشمندان در مراحل مختلف با دقت و تحقیق کامل بررسی می‌گردد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی مورد اسلامی، بر صفحه ایکس خود نگاشته است که امیرالمومنین در خطاب با علما گفته است علمای کرام در روی زمین از با ارزش‌ترین بندگان خداوند هستند. با توجه به اینکه مسئولیت علما بسیار سنگین است، لازم است که علمای کرام مسئولیت‌هایشان را به گونه بهتر انجام دهند. تفاهم‌نامه‌های تجاری به ارزش 183 میلیون دلار آمریکایی میان افغانستان و تاتارستان در بخش‌های نفت و ساختمانی به امضا رسید. مسئولین میگویند میان اعضای سکتور خصوصی افغانستان و تاتارستان در بخش‌های مواد غذایی، تولید هلیکوپتر، مدیریت آب، نفت و گاز، تولیدات وسایل برقی، مواد شوینده و بهداشتی، مواد ساختمانی و ذوب و آهن نیز نشست‌ها برگزار گردید. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که الی 26 جولای سال روان میلادی 1,668,000 مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. اوچا میگوید که از این میان 1.28 میلیون تن از ایران و 389,000 از پاکستان به افغانستان برگشتند. نماینده سازمان بین المللی مهاجرت در دیدار با معاون اداری ریاست الوزراء گفته است این سازمان با همکاری سایر سازمان‌های بین المللی با شناسایی مهارت‌های مهاجرت، فرصت‌های شغلی و دریافت کمک‌های بیشتر را برای آنان فراهم خواهند کرد. وی گفته است که این سازمان در کنار حکومت افغانستان برای هر نوع همکاری با مهاجرین آماده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در دیدار با شاژ دافیر اندونزیا در مورد ایجاد توسعه و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی میان اعضای سکتور خصوصی دو کشور و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفتگو کرده است. شاژ دافیر اندونزیا با تاکید به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان، علاقه‌مندیشان را به توسعه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان اظهار داشت. منابع امنیتی میگویند که یک گروه سارقین که شامل 2 مرد و 10 کودک میباشد در شهر ایبک مرکز سمنگان بازداشت شدند. همچنان 3 سارق مسلح همراه با 20 میلیون افغانی پول مسروقه در ولسوالی یفتل بدخشان بازداشت شدند که پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. رقابت‌های یک روزه پهلوانی از سوی فدراسیون پهلوانی میان ورزشکاران مرکز و ولسوالی‌ها در ولایت پروان برگزار شد که در نتیجه 40 ورزشکار برتر انتخاب شدند تا در بازی‌های ملی شرکت کنند. مقام‌ها می‌گویند که در این رقابت‌ها 80 ورزشکار شرکت کرده بودند. و بر بنیاد گزارش‌ها در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی در گانا 7 تن به شمول وزیران دفاع و محیط زیست این کشور جان باختند. تاکنون علت سقوط این هلیکوپتر مشخص نشده است.